هر فکری یا هر حسی مثبت یا منفی داشته باشم، نگاه من، کلام من، حس من در هر لحظه منجر به تغییر ارتعاشات وجودی که از من تابش پیدا میکنه میشه و این روی واقعیت تاثیر میذاره و انعکاس داره. تسلا یه جمله بسیار جالب داره: اگه میخوای درک کنی اسرار هستی رو، باید یاد بگیری که در قالب فرکانس، ارتعاشات، انرژی فکر کنی. یعنی قلبت داره کار میکنه، یعنی حس میکنی این داره کار میکنه. یعنی بیشتر از این که فکر کنیم شاید بهتر باشه حس کنیم. واضح هست چیزی که میگم؟ وضعیت آگاهی ما، افکار ما، احساسات ما، ارتعاشات ما واقعا بر روی واقعیت تاثیر میگذارد. اگر ما بتونیم به احساساتمون، افکارمون، نگاهمون، کلاممون در حد خودمون آگاه باشیم به گونه‌ای که احساس منفی به وجود نیاره، میتونیم جهان رو تغییر بدیم در جهت مثبت. هر کدوم از ما یک نفری میتونیم تأثیر بزرگی بر روی خرد جمعی بذاریم. تاثیرگذارترین احساسی که منجر به تبعات مثبت میشه حس قلبی شکرگزاری و مهر و شفقت است. این بیش از هر چیز دیگری میتونه رو جهان پیرامون تأثیر بذاره. اینکه جهان میتونه حتی در یک لحظه کلاً تغییر کنه مقدور است. این یک احتمال کوانتومی یا یک امکان کوانتومی است که غیر ممکن نیست. بستگی به ما داره.